جاوید 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 خیز بچم خیز 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 با بخچه دیر میکنیم خیز جاوید خیز بچم معروف معروف جاوید از خواب نمیخیزد بیا او رو بیدار کن حاضر میآیم مهرانه مهرانه بابا چای دم کردی؟ همه چیز تیار داده آفرین امروز شما ما با بخچه میبرید او چشم میبرد اگه چیزی نقص میخرید چی میخوایی بچم؟ ماشینچه ماشینچه؟ چه خیلی ماشینچه؟ ماشینچه که آدم چای مره با هر جا بره عزیزم چه خیلی ماشینچه میخواهد بچم؟ من امروز معاش میگیرم از همه ماشینچه بهترین رو برای بچم میخرم ایلش در ساعت امروز ساعت چند تمام میشود؟ بعد نیست فروزی چه بود؟ شاید از کار کمی دیر برایم بچه او رو از بخچه میگیری؟ ها میگیرم مهرانه دخترم سمکم رو بیار من رفتم دیر کردم خوش تیز 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 برو رفتیم روز استراحت یک جای با پدرت به تئاتر میرویم. من تئاتر رفتم نمیخوام. من میخواهم. بچه جون ماشینچه بخرید. میخرم بچه. دخترم. نه بچه. دادرت رو به نظارت نگذار. میلش؟ میلش. خیر. تو بگو بچه. بچه جون خیر. عزیزا سلامتیت چخیر؟ رحمت خوبم. تو امروز خیلی زیبا شده ای. خوشرویی مرا آمد و گوی که امروز معاش می شود. بعد این فیروزی. بچه های در باغچه؟ ها از روی مصلحت این بیگاه معروف اونها رو از باغچه میگیرد. با جاوید ماشینچه وعده کردم. بیگاه میپرسد. جاوید چند ساله شد؟ شکر خدا 4 ساله. مهرانه چی با مکتب میرم؟ نه نصیب باشد سال دیگر. عزیزه بای در یادت هست چند سال پیش از این فرزندی عشق میریختی؟ در یادم هست. به فرزندی عذاب زور است.
шукр ки худо меҳронав ҷовидро ба ман лоиқ гардонд. медароем. майлаш медароем. بازیچه بچه های تو هیچ از بازیچه سیر نشدن. تو چی گرفتی؟ برای خودم گفتم. ریحان خیر تو پگو. خیلی سلام. فراست ناموس و وجدان داری یا نه؟
از رنگ رویت معلوم که کارت آمد نکرد. من باشم همیان را از سمکه آن زن چنان گرفتم که حتی پای نبرد. باز چند کسی دیگر را غارت کردم. با این پولها بلیط خریده دیگر شهر هم رفتن ممکن. تو با من میروی؟ حالا وقت این گپا نیست. هرچی که من گفتم همون می شود. از خطی کشیده من بیرون برایی زنده نمیمونی. محمدانو، من تو رو نمیفهمم. یک عمر دلسوزی. من باید به خانه روم. خانه؟ من رو چای نمی تو رو نمیفهمم. ای تو با او چی در کنی؟ با فکرم وقتی مردنش نزدیک است که تو رو با فرزندی قبول کرد. او با من خوبی کردن میخواهد. چی؟ خوبی؟ خوبی اساسی را با تو مادرت کرد. تو را زاید و پرتافت. یا من را انتخاب میکنی یا چت را. گم شو از اینجا. کارکوبی میرم گفته کجا گم شدی؟ دختری به معنی تا نصف شب در کوچه ها نمی کرده. تو رو به خانه آورده فکر کردم که سایبانم میشوی. یک بار روزم بد شد که بهنه عقل سلام گفتن نداری. بی تربیه. کایا چه میآید؟ ای بی تو ماشین چه گفته همه را بیزار کردی. ای بی من نه. بزرگ چه میآید؟ ماشین چه هم میآورد؟ رفتیم خوب روید. تا چم نآید من خوب نمیروم. من خوب نمیروم. نصف شب شد. خیزت رفتیم. من همراه شمایان خوب میروم.
دختری اوچه بیدار شو در علوم می سوزی دختری بیچاره خب بر سرم این چی کاری کردگیم بود ما آب نوش با خود بیار جون شیرینی اوچه دختری اوچه یگان کاری دیگر یافتن در کار درست اینجا کار خیلی سست رفته ایستاده است مبلغ ندارند درست میگویی اسباب ها رو گرفته همین روز میرویم یگان کار دیگر میرویم این رو گیر سمت نبای تینجی نگاه کن چی؟ اونجا کسی خوابیده است چی؟ بیا نزدیکتر رویم زنی بیچاره به فکرم مرده است به میلیسا خبر دادن در کار نگین نگین دخترم خوبی و بیدار این خیریتی طبعت پس شده است خیز یکون چیز خور 3 روز باز خوبی نشد دختر رو جیغ زدم اینقدر هزیون گفتی کجا رفتی که به این حال افتادی من مادر شده نمیتوانم هر عمل آدم برای خودش بوده است از ترس اون که در تنهایی نمیرم تو رو فرزند خوان کردم که وارثم شوی پایم به لب گور رسیده است و در این زندگی مهربانی را ندیدم شوهر کردم از بی فرزندی طعنه شنو شدم خداوند تن مرا نهال بی ثمر آفریده بوده است از سخت گپی های من خفه نشو تو مرا ترسوندی
3 روز است که عزیزه با ما نیست. آیا من از عهده تربیت فرزندان بناس پروردهش میبرآمده باشم؟ ریحان دیدی جاوید ماشینچه‌ای را که عزیزه خریده است به زمین نمیگذارد. اما سحر خیلی خرسند بود. اون روز به تو چی گفت ریحان؟ مثل هر وقت خیر و خوش کردیم. همش خوب بود. با کی در کار بود مرگ عزیزه؟ چرا وی به اون بینا رفت؟ چیزی رو نمیدونم معروف. خودت رو به دست گیر. کودکانت رو فکر کن. اون خو غری تو کسی ندارد. معروف بیا کودکانت رو من به خونه برم. همراه فرزندانی ما اندر موت شده شاید کمی به خود بیاید. نه معروف یک مدتی آنها باید در دیگر محیط باشند. بچه خولت رو خریدی. رفتیم دیر شد. رفتیم. تو خواهد نشم معروف خودت را احتیاط کن. رفتیم. اومدی؟ بچه من گناهکارم. چی گناه کردی؟ آدم کشتم. چی؟ وارث یگان کس را کشت؟ همسایه ها گفتند که دخترت با یک دوست بچه میگردد. کی را کشت؟ تو چی گناه داری؟ وارث گناه ندارد. با ملیسا میروم. هیچ کجا نمیروی. من نمیخواهم که تو را از دست دهم. دیروز دلبر رو دیده بودم. گفت که در باغچه جای کار دارد. در باغچه کار میکنی؟
غایبانه در دانشگاه میخوانی. دیگر نمیگذارم که تو با واریس واخوری. فهمیدی؟ مرحمت دروی. سلام علیکم. سلام. شما خوب هستی؟ تشکر. سلامت باشید. مرحمت شنید. رحمت. اولادون بهتر شد؟ خوبم. خودتان را احتیاط کنید. این که از دخترتان؟ بله دلبر. من خواهش شما را رد کرده نمیتوانم. با امید نگین را به نزدتان آوردم که کار را یاد گیرد. هرچی که از دستم بیاید برای شما میکنم. برکه یابی دخترم. از یتیم خانه حجت آوردید؟ همه حجت هایش را آوردم. کار در باغچه مسئولیت بلند دارد. با کودک ها باید خوش معامله باشه. خصلت هر یک کودک را به این نوبت گرفته موافق فعل و رفتارش مناسبت میکنی. شما شنید من رفتن نگین را با بچه ها شناس میکنم. ممکن من همراهتان روم؟ اختیارتان. پنهان شده است. شهنازه ما نگین را به کار قبول کردیم. فهمم که چی مسئولیت دارد. میتواند کار را سر کند. شما آسوده باشید. رفتیم. کنی بچه ها از جای خسته چی ناز شود؟ نگین خالای نوی شما. السلام. بله. سلام علیکم. لبه.
حاضر میآیم. میبخشی معروف، من از روی نگاه بینی اینها نبرآمدم. رفتیم بچه. همدردی مرا قبول نماید. مهرانه بیا. جاوید بچه من باید به کار روم. تو همراهی مرا بیارم. میلش رو. خواطر نشوید. بچه ها رو به نظارت نمیگذارم. نگین، این بچه ها در گروه ما هستند. لباسهایشان را به آنجا گذار. سلام. شما چی نام دارید؟ اینقدر لباسیتون رو پوشیده ای؟ اون چیزهایی که تقسیم کردیم اینجا قید نمونید. چرا اینجا نشسته ای؟ من با تو خوراک آوردم. میخوری؟ بخور. نمیخورم. خیلی بخورم. خیلی مالون. مهرانه، جاوید، خیر، تو پگو. نگی تو گفته بودی که از اینجا میروی. چه خیلی که میبینی من رو برای تو. تو حق نداری که با من دست رسانی. من میدانم که بچه حق دارم و بچه نه. دستت را گیر. تو فراموش کردی که من کیم؟ تو دیگر در زندگیم وجود نداری. در زندگیت یکم آدمی ناپیدا کردی.
ба ту дахл надорад. як бори дигар такрор кун. дастони ифлосатро ба ман нарасон. ту дигар бароям вуҷуд надорӣ. маро ба ҳолам мегузорӣ ё не? аз зиндагиам гум шав. тамоми ҳастиамро дар зиндагӣ барбод додӣ. ту боз чӣ мехоҳӣ? мехоҳам ки бо ман бошӣ. не, ин номумкин аст. дӯстат медорам нигин. омадам ки туро бо худ бибарам. туро дидан намехоҳам. нигин, нигин, нигин. Асо. اومدی دخترم؟ اومد. یگان گپ شد که دیر کردی؟ باز واریس را دیدی؟ 100 بار گفتم که با او گم نزن. تو را پرسیده به خانه آمد. از پگیدر تشش کردم. میانی من و واریس دیگر یگان مناسبتی نیست. آچه من نمیدونم چگونه با این عذاب وجدان زندگی میکنم. دخترم نگی مرا خواطر نکن. Все издевались над несчастным утенком, и никто не признавал его своим. А это что за птичка? ما خودمان میرویم. شما روید. دودرت رو احتیاط کن دخترم. خیر.
من چیکار کنم؟ میستی مسا دیرم مونده. چرا گریه میکنند؟ اینها به حالش میخندند. بیا رفتیم. خیز. گریه نکنید. بچه کلون گریه نمیکنه. طبقه کلون شده گریه نمیکنه. تمام. خب نمیروند. رفته خوب کنید. مثل کودک رفتار میکنی. میبخشید. هیچ غم نی. Асалом. Салом. Мебахшед. саломатии модарам хуб нест. ба ки муроҷиат кунем? ба утоқи нуҳум дароед. саломат бошед. асалом. нозанин? нигин? саломатият чӣ хел аст? нағз. модарам бемор шудааст. хавотир шудам. модаратро ёфтӣ? модарам маро ёфт. шинед. чӣ шуд? нигин, модарат нотоб аст. ин доруҳоро дар вақташ истеъмол кунад. ӯро эҳтиёт кун нигин. ворисро мебинӣ? не. ҳама мегуфтанд ки ӯ туро дӯст медорад. нозанин, биё дар ин мавзӯъ гап назанем. духтарам, вақти духтурро бисёр гирифтем.
برکه یابی دخترم. بعد معالجه باز بیایید. خیر میلش. یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار. تو کجا نگاه میکنی؟ برای چی جنجال میکنید؟ بس کنید. مازقرا نگو. برادر من نرس فهمیدی؟ تو چه نداری؟ اپان کریو چه میه؟ لبای امروز در باغچه انوشیروان به طرف جایز گفت که تو به اوچه‌ای. جاوید تو جنگ کرده؟ من جنگ نکردم. او خودش گفت که سخره به مادر. مربیه در کجا بود؟ مربیه به آشخانه برای خوراک رفته بود. لیکن ما خلاص کرد. نگین؟ نگین کی؟ نگین خدای نوی من. او به ما کتاب میخواند، رسم میکشد، لباسای من و جاوید را میشوید. من او رو ندیدم؟ نمیدونم. وقتی که یگان کس ما را خفه کرد او طرف ما را میگیرد. جاوید را سخت دوست می‌دارد. تو رو چی؟ من را هم. گیر خور. نگین! نگین! این چه مناسبت است؟ در گروه شما 30 نفر باید با همه یخی رفتار کنید. چطور با این کودک ها نزدیک کرده است؟ هیچ چیز. مناسبتت را با کودکان درست کن. فهمیدی؟ خوب شده است. از قفای کارت شو. دیگر به این خطاگی راه نده. هرچی که شما گویید. سلامتی مادرت چه خیلی؟ نقص. به مادرت سلامی مرا رسان. خوب شده است. با فکرم پدرت اومده نمیتواند. نمیدونم. یکی دیگر نآید. نه این خیلی نگوی. خانه بیبی در کجا میدونی؟ من بیبی ندارم. در خانه ما بیبی هست. با من میروید؟ پدرشون آمد. تا که این دوام میکرده باشد. خزید از جا.
نصف شب شد ما هم در خونه زندگی داریم فرزند داریم کار داریم سلام ببخشید که دیر کردم میبخشید که اینقدر وقتتون رو گرفتم رفتیم خونه کودکانم رو خار و زار کردی میدونم که گناهی من نابخشیده نیست عزیزم مرا ببخش مادرم هر بگم بعد کار با ما شیرینی می آورد با مزه؟ اگر تو خواهی من هر روز برایت شیرینی میارم اگر جاوید زاد روز دارد راست؟ شناخته زدم مایزنده شده سلام معلم خوبی؟ من در زندگی رای خودم رو یافتم با شما چی شد؟ مرا شناختی؟ نه یاد ندارم ما را از دانشگاه خارج کرده بودیم تو برای دانشجویان بی‌آداب زیادند شما عزیزای ما رو کشتید من قصاص رو میگیرم قصاصم رو گرفت مهرانم چی شد؟ کجاش؟ خیس بزنینش مادر در کجا؟ در اونجا اومد دیگه نکن دخترم بس گیره
السلام. سلام. چی گپ شد؟ چرا سوزانده که همه جای رو با دودی غلیظ پخش کرده است؟ تیرز ها رو کشایه نفس گیر شده. کشودم. یکان روزی آرامی نداره. شما با اینا که میشوید؟ با عزیزه همکار بودیم. به حرمت ارواح عزیزه اینها را پرستاری کنید. اپا من خودم 4 فرزند دارم. از عهده اینها برآمدن نمیتوانم. پدرشان در این وضعیت که اینها را صاحبی میکند. همسایه ها مانده شدند. این اول تا بکی. میبخشید اینها یگان خویش و تبار دارند؟ هیچ کس ندارند. معروف و عزیزه در یتیم خانه کلان شدند. خیل باشد آنها را برده به یتیم خانه سپارید. به یتیم خانه؟ ها. پدرشان هیچگاه راضی نمی شود. پدرشان خودش را فکر میکند. هر روز نوشیده به خانه می آید. پروا ندارد که آنها سیرند یا گرسنه. با احوالش نگرید. کودکان حیف می شود. گپی مرا گوش کنید. اگر از پیمی کار شوید ثواب میگیرید. تو با این کار دست زدی. تو سبب مرگ منی.
چی کار میکنی نگین؟ تو چرا از حیاتی من دور نمیشوی؟ جایی که باید نباشی چرا پیدا میشوی؟ نگین بیا رفتیم. اینجا بوی زندگی ندارد. با آن گناهی که من و تو کردیم فکر میکنی زندگی رنگ و بو دارد؟ کدام گناه؟ آن وقت مرا شنیدن نمیخواستی. گپ زن، چی شده است؟ چی تو را تغییر داده است؟ تو چی مشکلی داری؟ دیر شد واریس، دیر شد. وقتی که تو از بخچه میبرایی از خفای تو به کجایی که میروی میروم. تو حتی پای نمیبری. زندگی من بعد اون واقعه دیگر شد. کدام واقعه؟ گپ زن آخیر. باید آن روز مرا گوش میکردی. دیگر من به تو گفتنی ندارم. از اوچت فکر کرده زندگی کردن رو یاد گرفته ای ها؟ شاید بودن و نبودن من برای تو فرق نداشته باشد. غیر از تو کسی ندارم نگین. آمدم که با تو خیر خوش کنم. برای من مهم نیست تو با کجا می روی و در کجایی. با جایی می روم که دیگر تو رو نبینم. مرا ببخش نگین. راهی من دیگر است. شما کی؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. کی در کار؟ اینها در خانه نیستند؟ نه نیستند. با کجا رفتند نمیدانید؟ چه نمیدانم؟ میدانم. همکاری عزیزه ریحان کودک ها را آمده برد. کجا برد؟ کودک ها بی نظارت موندند. پدرشان در بیمارخانه بستری شد. مهرانه و جاوید بعد از مرگ مادرشان خوار و زار شدند. معروف کودک ها را نگاه بین کردن نتوانست. ریحان آمده آنها را به یتیم خانه برد. مهرانه و جاوید در یتیم خانه اند؟ نغز مانید. بیایید به خانه دروید. تشکر. شما آدمی نزدیکشان. دروید مرمت خوراک تیار. صحبت میکنیم. یگون وقتی دیگر. اگر معروف را بینم چی گویم؟ هیچ چیز. پس چرا آنها را میپرسی؟ ممکن؟
او نگین بیا درا سلام دختری کلام شدی بیا دخترم چین خودت نفس مادرت چی؟ یگان کمبودی نداری؟ خونده استاده ای؟ ها در شعبه غیبانه میخونم در کودکستان کار میکنم آفرین دخترم آفرین اگر مهنت دوست باشی در جامعه موقعیت را پیدا میکنی و صاحب احترام میگردی از شما گرزن یک خواهش دارم شر ندار دخترم گفتم گیر مهرانه و جاوید اون کودکانی نوی که به نزدیکی به اینجا آوردن ها پدرشون در بیمارخانه است مادرشون آنها در گروه منند با من عادت کردند شما اجازت میدهید که روزی استراحت من آنها را به خانه امون برم پدرشون را میشناسی؟ اگر پدرشون اجازت میداد ما جواب میدادیم شما که ما رو میشناسید شناختن دیگر و باور کردن دیگر دخترم بچه کس جوابگریش کلام خواهید زبون خط می نویسم شناسنامه هم رو گیرید تربیت گیرندگان گروه خردسال مهرانه و جاوید مهرانه و جاوید را به نزد من بیارید بله مالش من جواب میدهم لیکن روز دوشنبه سحری بر وقت خودت آنها را آورده به من میسپاری خوب شده است نگین من شما را یاد کردم من هم شما را یاد کردم برای چی در آمدید؟ نمیدونستم که شما در اینجایید ما رو نزد پدرم میبرید؟ میبرم حتما میبرم به خونه ما میرویم؟ نه به خونه ما میرویم در خونه شما کی است؟ در خونه ما بیبی است شیرینکان من شما نمیدونید برایم چقدر عزیز هستید انا این جای خوابی من بیا این کتابای کی؟ کتابای مادرم نگین آمدی بچم؟ ها چه السلام این خوش رکو کی باشد؟ اومد چی؟ نامی من مهرانه نامی دادرم جاوید خوش آمدین خوش رکوی بیبیش شیرینکوی بیبیش خوش آمدین پایون فراین خوراکشم تیار من زود می آیم من امروز نفقه گرفتم گیر رحمت میریم پایون
بله. استاد تجربه جان. در یتیم خانه مرا غم داد. پدرم را سخت یاد کرد. شما را دید خرسند شد. من هم خرسند. جاوید گیر. سلام. سلام. میبخشید معروف سعید در کدام حجره؟ حاضر. در حجره نوم. من میتوانم نزدشون درویم. مرحمت دارم. تشکر. سلامتیت بهتر شد بچه؟ تو خرسند باشی سلامتی هم خوب است. رحمت. میهرانه و جاوید رو پگاه میاری؟ میارم بچه. روزهای اولی که تو رو به خانه آوردم چی بودن مهر مادری رو نمیدانستم. دیگر زندگیم رو بی تو تصور کرده نمیتوانم. شکر که تو هستی نگین. مارو ببخش. چی گفته؟ میبخشید که ناراحتتون کردم. شما نگینید؟ مهرانه و جاوید درباره شما به من زیاد گفتند. آنها ما رو به نزد شما روان کردند. شما آنها را دیدید؟ بله دیدم. در آنجا چه حال دارند؟ خوبند. سلامتی خودتان چه خیال؟ بهتر شد؟ شکر بهتر شدم. خودتون رو احتیاط کنید. من باز شما رو خبر میگیرم.
شما در اینجا امضا بذارید. کوشش کنید که کودکان بی نظارت نمانند. ما خبر گرفته می استیم. آنها تو رو خیلی دوست می‌دارند. باور نداشتم که روزی آنها رو خندان می‌بینم. برابری آنها من هم به تو نیاز دارم. نگین، من آنها رو تنها نمیگذارم. تو ملهمی در توی ما شده ای. پهلوی تو بودن و فرزندانم را کلان کردن این آرزوی من است. این ممکن است. من سزاوار نیستم. این طور نگوی. تو خیلی مهربانی. برای من و فرزندانم عزیزی. نگین، دوستت می‌دارم. با این عذاب وجدان نمیتوانم زندگی کنم. باید راستش را به شما گویم. مارو عزیزه رو. چی شد جوی؟ کجای دست کرد؟ پهلوانچه ای من خیز سخت رفتی. بچه کلان گریه نمی‌کند. همین خیلی رفته. بیا بالا. رفته.